خب حالا این از این. ببین تو 2 تا جمله معروف و دنبالش داخل این سایت‌ها بگردی. اولین جمله معروف اینه که تو میای فوتر سایت‌ها رو نگاه می‌کنی. ببین یه قسمت داره یا اینکه تو کانتکت آسش رو میتونی پیدا کنی یا اینکه توی رایت فور آس. ببین نکن به اصطلاح فارسی رایت فور آس یعنی که نوشتن برای اونا. خب تو دنبال همچین صفحه‌ای باید بگردی. خب من حالا میام داخل اینجا، البته این سایت تو خود اون لیسته هست، من روشش رو بهت گفتم، مثلا یو آر الش هست اونجا، بزنیدش برات میاره. ببین 2 تا جمله رو من باید تایپ کنم. اولش اینه که ببین میام می‌نویسم مثلا write for us. این رایت فور آس رو من میزنم ببینم صفحه‌ای دارن همچین چیزی. نه، میگه همچین صفحه‌ای وجود نداره. پس بعد برم دنبال اون یکی صفحه. اون یکی صفحه چیه؟ گست پست. یعنی اون چیزی که اینجا می‌نویسی گست پست. ببین این شکلی هم نوشته میشه، گست پست مهمان، پست یا گست پسته یا گست پست، یه اس هم آخرش داره. بذار ببینم. آها خب این اس هم باید اینجوری باشه دیگه. آها این هم صفحه‌ش اومد. ببین نگاه کن، میگه شرایط سابمیت کردن این گست پست داخل این سایت ایناست. ببین تو حالا من